سلام، به شما دوستداران دانش و خرد. ما اینجا هر چیز که لازم باشه برای رشد فردی شما به زبان ساده بیان می‌کنیم. پس اگر به دنبال ارتقاء خودتون و دانشتون هستید، خوشحال میشیم به ما بپیوندید و دنبال کنید کانال رو. نیکولو ماکیاولی، اسمی که خب همیشه با مفاهیمی مثل قدرت، سیاست و حتی بیرحمی همراه بوده. امروز قراره با هم نگاهی بندازیم به اصول بحث برانگیز ولی فوق‌العاده تاثیرگذار اون برای به دست آوردن قدرت و البته احترام. بیایید با هم وارد این دنیای پیچیده بشیم. خب بیایید صاف بریم سر اصل مطلب و همون سوال همیشگی. برای یه رهبر بهتره که مردم ازش بترسن یا دوستش داشته باشن؟ این سوال دقیقاً همون چیزیه که کل فلسفه ماکیاولی حولش میچرخه. تو این تحلیل قرار اصول کلیدیش رو با هم بررسی کنیم و البته در آخر به یه هشدار خیلی مهم هم میرسیم. خب جواب خود ماکیاولی به این سوال چیه؟ همین جواب در واقع اولین اصل قدرت از نظر اونه. اون میگفت ببین ایدئال اینه که هم دوستت داشته باشن و هم ازت بترسن. عالیه. اما اگه مجبور بشی بین این دوتا یکی رو انتخاب کنی، فقط یه گزینه هست که واقعا میتونی روش حساب کنی. منطقش هم خیلی سر راست و شاید بیرحمانه است. ببینید عشق یه حس زودگذره، راحت میاد و راحت هم میره. مردم دمدمی مزاجن، اما ترس، مخصوصاً ترس از مجازات، این یه اهرم فشار دائمی و قابل کنترله. وفاداری که از روی عشق باشه با اولین مشکل از بین میره، ولی وفاداری که از ترس باشه تا وقتی اون قدرت و اون مجازات سر جاشه باقی میمونه. اما یه نکته فوق‌العاده مهم اینجا هست. ماکیاولی یه خط خیلی خیلی دقیق بین ترس و نفرت میکشه. این دوتا یکی نیستن اصلاً. توصیه‌اش اینه کاری کن ازت بترسن، قبوله، اما به هر قیمتی شده نذار ازت متنفر بشن. چرا؟ چون نفرت دیگه ترس نیست. نفرت یعنی شورش. نفرت خطرناکترین دشمن یه حاکمه. خب حالا چطوری میشه این تعادل رو برقرار کرد؟ یعنی بترسونیم ولی متنفر نکنیم. ماکیاولی چند تا راهکار کاملا عملی و خب شاید یکم بدبینانه داره. اول اینکه کارهای سخت و تصمیمای ناخوشایند رو بنداز گردن زیر دستات، ولی خبرای خوب و پاداشا رو خودت شخصا اعلام کن تا اعتبارت بره بالا. و از همه مهمتر، هرگز، تأکید میکنم هرگز، به مال و ناموس مردم دست درازی نکن. این خط قرمزه. رد شدن از این خط قرمز یعنی نفرتی که دیگه جمع نمیشه و آخرش به شورش میرسه. خب بریم سراغ بخش بعدی که شاید از قبلی هم جنجالی تر باشه، هنر فریب. اینجا ماکیاولی اصل خیلی کلیدی دیگر رو میکنه. اون چیزی که مردم از شما میبینن و فکر میکنن از اون چیزی که شما واقعا هستید خیلی مهمتره. یعنی درک دیگران بر واقعیت ارجحه. یه نقل قول معروف ازش هست که دقیقاً همین رو میگه یه حاکم لازم نیست واقعاً مهربون، وفادار یا با ایمان باشه، اما باید ظاهر این صفات رو داشته باشه. متوجه منظورم میشید؟ یعنی تو دنیای سیاست نشون دادن فضیلت خیلی وقتا از داشتن خود فضیلت کارآمدتره. سیاست یه جور صحنه نمایشه و شما بازیگر اصلی هستید. خب حالا چطوری میشه این چهره عمومی قدرتمند رو ساخت و حفظ کرد؟ ماکیاولی چند تا راهکار داره. اول اینکه فضیلت‌هایی که نداری رو تظاهر کن که داری. دوم، همیشه یه حاله‌ای از رمز و راز دورت باشه. نذار همه چیزت رو بدونن. سوم، قدرت سکوت رو دستکم نگیر. و چهارم، غیر قابل پیش بینی باش. کاری کن که هیچ کس نتونه حرکت بعدی تو رو حدس بزنه. هدف نهایی اینه بقیه رو همیشه تو حالت حدس و گمان نگه داری. و اینجا میرسیم به یکی از معروفترین و زیباترین استعاره‌های ماکیاولی، شیر و روباه. این استعاره در واقع اون طبیعت دوگانه‌ای رو توضیح میده که به نظر ماکیاولی هر رهبر موفقی باید داشته باشه. اصل حرفش خیلی ساده است. میگه یه رهبر برای اینکه بتونه زنده بمونه و موفق باشه، باید همزمان ویژگی‌های دو تا حیوان رو داشته باشه. یکی برای جنگیدن، یکی برای فکر کردن. چرا؟ چون اگه فقط قدرت داشته باشی کور میشی و تو تله میافتی و اگه فقط حیله‌گر باشی ضعیف میمونی و نمیتونی از خود دفاع کنی. یه رهبر به هر دوی اینها احتیاج داره. خب شیر کیه؟ شیر نماد همون قدرت آشکاره.
زور، شجاعت، توانایی ترسوندن گرگ‌ها. منظور از گرگ‌ها همون دشمن‌های مستقیم و تهدیدهای رو در رو هست. این همون جنبه قدرتمند و شاید بیرحم یک رهبره. اما در مقابل روباه رو داریم. نقش روباه خیلی ظریف‌تره. روباه نماد هوش، استراتژی و توانایی دیدن تله هاست. منظور از تله ها هم توطئه ها، فریب ها و دسیسه هاست. شیر گرگ ها رو میترسونه، ولی این روباهه که تله ها رو تشخیص میده. رهبر باید به اندازه یه روباه مکار باشه تا گول نخوره و بتونه توطئه ها رو خنثی کنه. اصل چهارم قدرت قاطعیت. از نظر ماکیاولی احترام چیزی نیست که به شما بدن، بلکه چیزیه که با عمل به دست میارید. احترام واقعی از طریق تصمیم‌های محکم و قاطع به دست میاد، نه با شک و تردید و بی‌طرفی. یکی از صریح‌ترین نصیحتاش اینه: در درگیری‌ها هرگز بی‌طرف نمانید. چرا؟ چون وقتی بی‌طرف میمونی، بازنده بهت به چشم دشمن نگاه میکنه و برنده هم هیچ احترامی برات قائل نیست چون کمکی بهش نکردی. در بهترین حالت یه مهره ضعیف و بی اهمیت دیده میشی. ولی وقتی یه طرف رو انتخاب میکنی، حداقل وفاداری و حمایت همون یک طرف رو برای خودت تضمین کردی. این رهبری عملگرا چند تا ستون دیگه هم داره. اول اینکه فقط و فقط به استعداد و توانایی خودت تکیه کن، نه به شانس و پول و پلای دیگران. دوم، اگه میخوای شهرت پیدا کنی، باید دنبال کارهای بزرگ و دستاوردهای به یاد موندنی باشی. کارهای کوچیک فراموش میشن. و سوم، همیشه بزرگ فکر کن، چون اینطوریه که بقیه هم شما رو یه آدم بزرگ و برجسته میبینن. و اما حالا میرسیم به بخش آخر که شاید از همه بخشای قبلی مهمتر باشه. یه هشدار جدی. باید ببینیم این اصول توی دنیای امروز ما چه معنایی پیدا میکنن و مرز باریک بین استفاده از اینها به عنوان استراتژی سیاسی و تبدیل شدن به یه آدم سمی کجاست. امروزه ما توی روانشناسی یه اصطلاح داریم به اسم ماکیاولیسم. این اصطلاح برای توصیف یه ویژگی شخصیتی به کار میره که مشخصش خودخواهی شدید، نگاه ابزاری به دیگران و نداشتن پایبندی به اخلاقیاته. بله، این مفهوم دقیقاً از همین نوشته‌های 500 سال پیش الهام گرفته شده. و این نکته رو باید خیلی واضح بگیم. اینها شاید استراتژی‌هایی برای بقای یک حاکم در قرن 16 بوده باشن. اما به کار بردنشون توی زندگی شخصی و روابط روزمره نتیجه‌ای جز ویرانی نداره. استفاده از این اصول توی روابط شخصی فقط آدم‌ها رو تبدیل به موجوداتی غیر قابل اعتماد میکنه و روابط سمی به وجود میاره. و در نهایت میخوام این سوال رو برای خودتون باقی بذارم. شما امروز رد پای این اصول 500 ساله رو کجاها میبینید؟ فقط تو دنیای سیاست یا شاید توی محیط کارتون، توی دنیای تجارت یا حتی توی روابط اجتماعی دور و برتون؟ شاید اگه خوب فکر کنیم جواب این سوال خیلی نزدیکتر از چیزی باشه که فکرش رو میکنیم. متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد، ممنون میشم دنبال کنید. بدرود.